If I have time, if I had time. این دوتا با هم دیگه فرق دارن. تو جمله اول از فعل have به زمان حال ساده است استفاده شده. تو جمله دوم از فعل had که جمله گذشته ساده است استفاده شده. جمله اول شرطی نوع 1، جمله دوم شرطی نوع 2. حالا تو جوابش چی باید بگیم؟ وقتی شرطی نوع 1 یعنی احتمال داره که وقت داشته باشم. If I have time یعنی احتمال داره که بهت کمک بکنم. پس احتمالش هست. اوکی؟ پس تو جواب چی باید بگم؟ باید بگم I will help you. تو جمله دوم چون شرطی نوع 2 فعل گذشته ساده است اینجوری ترجمه میشه که اینجوری معنی میده که اگه وقت داشتم بهت کمک میکردم، یعنی وقت ندارم و بهت کمک نمیکنم، یعنی احتمالش وجود نداره. اینجا چی باید بگم؟ I would help you. میتونی بگی اگه پولم داشتم بهت نمیدادم؟